سلام بیننده های ویندو اف افغانستان، شما را باز هم خوش آمدید میگم به یک برنامه جدید و یک برنامه دیگری که اینجا آمدیم قسمتی از شهر کابل در مورد بکس های آهنی میخوایم براتون برنامه تهیه کنیم که چه قسم از فروشش، آیا مردم حال ازش استفاده میکنن نمیکنن، چگونه ساخته میشه، کارش چه قسم است، در باری همگی معلومات انشاءالله به دست خواهد آوردیم و با شما شریک خواهد ساختیم. سلام محترم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ زنده سلامت باشین. میشه باری کارتون ما معلومات بدین که بکس ها را چه قسم میسازین؟ یه پرزوش از دیگه اونجا ماستک اونجا ماستک خودمون قیچی میکنیم جور میکنیم. آقا سودا نیست که مردم نمیخره وقت داره یگان مردم یگان روز یگان تا بخره. بخره نمیخره وقت سودا نیست دیگه ولی. باز خوب است شکر است دیگه. یعنی چه سونه حالا سودا نیست و بگار میشه سودا نیست. ما چند میفروشین؟ یک بکس که مثلا کسی بیا چند میفروشین؟ یک بکس خانه میمونه بسیار بانه 150 روپیه. چند میفروشینش؟ این بکس ها داره این 900 آخرش 800 این یا دانه 1700 آخرش 1600. دیگه خوب از خاطرات سابق در یاد آدم میآید. دیگه سابق که بود اینمی دمی بکس بیادار توت چارمغز تخم دیگه همین چیزها را مینداخت. همین خاطرات سابق در یاد ما آمد. دیگه خوب وقت بود، یعنی نسبتا از حال که در سابق خوب وقت بود. وقتی که این بکس ها شما می ساختین زیادتر مردم به خاطر می عروسی میکردن، محفل می داشتن از استفاده میکردن، یا هم زمان قدیم بود دیگر تا جای مخصوص نبود که مثلا پولای خود نگهداری کنن، از این بکس ها استفاده میکردن. آن فکر کنم این رواج بیخی از بین رفته. رواج نیست، ما کس جور میکنیم هر چیز یگان تا نظرات شما میخره دیگه اما سفیت از دیگه برای ما دیگه. و قبلا فقط به یک رنگ می ساختین، همین شکل خود آهن چادر که بود همین شکل بود. حالا رنگاشون تغییر قسمی که من اینجا میبینم رنگاش تغییر کرده. کدام فرق در اجناسش هست، در کیفیتش یا همون یک چیز از فقط رنگ میتینش؟ این نمات راست این نمخمی رقم رنگ میباشه مردم میخره رقم رنگ خوش میاد گلدار سفید رقم خوش میخره خود هر رقم با ساختگی داشته باشه مردم پرسان میکنن میخره یگان دفعه رنگشون هم شما میتین یا دیگه جای روان میکنین؟ نه این نمات رنگ کدگی میباشه میاره. سلام، مبین هستم. من لباسدار کوچه باغ داوود هستم. دیگه فعلا بکس سازی میکنیم. دیگه این بکس هاست که مروج بازار است. بیادر گفتم تا دمی عروسیا و در شیری خدا کار مردم میبره زیاد. دیگه چیزی تشریحات نداره دیگه، فقط فعلا چادرش چنایی است. دیگه این زلفات از پاکستان میاد. دیگه این دیزایناست خود ما بازار ماشین و بازار تاپا میزنیم. دیگه این بکس دیگه فعلا این سادهش است، این گلدارش است که وقتا نشان میتیم شاید آنجا فرق نمیکنه. خوب این هم گلدارش است و سادهش است دیگه. جوکرش هم موقع جنجال نداره، ساده است. فهمیدی؟ یعنی سابقا بدن این جیبک داشته دیگه، حالی کس خوش نمیکنه، حالی سکالا پیشم ساده میگرده.
دیگه از این بکس های اون چادری و قدر مردم خوش نمیکنم، مردم اطراف زیاد خوش داره. دیگه چی بگویم دیگه، اینو میرم و میخ کنم خلاص شوه دیگه. اینی هم شد خلاص. اینه ایشان میخ کردم خلاص شد. پس مصطفی پس کو بکسم